کیو داری گول میزنی؟ هیچکی. شایدم به قول خودتون تقیه. اصلا تقیه با من نبوده. من فقط این دوتا رو زدم موشفکری. تقیه من گردن نمیگیرم. آقا اصلا اینا رو ولش کن. حیف شما نیست با این ونجات با این سکنات بیفتین دنبال کار خلاف اختلاس. من ننم یه جوری میشم صاحب توبه دارم. بریزید سرتون بابا پول حلال در بیاری. این هم که شغل. ماشین داری؟ بری این ماشینای اینترنتی تاکسی خلق الله رو ببری اینور و پول حلال در بیاری. ما چجوری پول میبریم سر سفرمون؟ میدونی فرق من و تو چیه؟ چی آقا؟ همه اختلاس میکنیم فقط اندازه‌اش فرق میکنه. اصلا به من میخوره من اختلاس کنم. خدا شده من تا حالا اختلاس نکردم. نه فقط تو، همه آدما، هر کسی که شرایطشو داره، فقط شکلش فرق میکنه. کافیه یکم جربوزه داشته باشی. آدمون دو جور راحتن، یا غم دارن خیلی فرقش چیه؟ دومی گریه نداره، عشق نداره، صدا نداره، میره تو دلی که ته نداره. مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. منجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد. مثلا ممکن کسی توی رابطه عاطفی کسی رو دوست داشته باشه، شاید دردناکترین جمله دنیا این جمله کوتاهه که او مرا دوست ندارد. شاید روزی به این نتیجه برسه که او مرا دوست ندارد، ولی برای اینکه این جمله رو باش مواجه نشه به دروغ‌های دست میزنه. حالا که تو دنیای واقعی نمیتونم داشته باشمش، این تو که میتونم، و شروع میکنه به رویا ساختن، به فانتزی ساختن. خب ولی آقا سعدی یه روزی همه این فانتزی ها میدونی روی سرش خراب میشه و این آوار انقدر سنگینه که اون نمیتونه وارد رابطه جدید من بشه. آدمی رو میشناختم که کسی رو دوست داشت و او دوستش نداشت و نتونست اینو بپذیره. چه باید بکنه؟ به نظرم تنها راه رهایی تحمل چیزهای تحمل ناپذیره، مواجه شدن با این جمله وحشتناک تلخه که او مرا دوست نداره. درسته که دردناکه، ولی این درد قابلیه خب که ما رو و فرصت‌های جدید رو میتونه از ما به دنیا بیاره. عکست قشنگ شد نه؟ شما با اجازه کی از من عکس انداختی؟ اجازهشو قبلا ازت گرفتم. برو آقا مزاحم نشو. بچه‌ها بهم گفته بودن که تصادف کردی همه چی یادت رفته. ولی فکر نمی‌کردم که منم یادت رفته باشه. حالا که می‌بینی یادم نیست. ما یه بار قبلا عاشق هم دیگه شده بودیم. بازم میتونی. در حال حاضر به هیچ عشقی نیاز ندارم. نیاز؟ تو نیاز داری یه مرد کنارت باشه. مخصوصا واسه مدیریت اینجا. خانم جان چیزی شده؟ کاری داری برات انجام بدم؟ حالا که می‌بینی استخدام کردی. من همیشه و همه جا کنارت هستم. هر موقع با احتیاج داشتی خبر. اون موقعی که داشتم واسه رویاهام می‌جنگیدم نیازت داشتم که گذاشتی رفتی. اون موقع می‌خواستم مردونگی تو ببینم که ندیدم. خیلی دیر اومدی شازده. دیدم پیگیرم شدی، گفتم بچه‌ها دست به سرت کنن. من فراموشی نگرفتم اما تو رو دیگه یادم نیست. یعنی همه اینا دروغ بود؟ آدمی که فراموشی گرفته شاید دوباره یادش بیاد، اما آدمی که خودشو زده به فراموشی نه دیگه. اون عکسارم از تو گوشیت پاک کن دیگه، هم این ورا نبینمت. یادم تو رو فراموش. خیال تو در آغوش، یادم تو را فراموش.